ای فرزند یوسف زهرا، ای فرزند فاطمه زهرا، ای فرزند نایم تمام ائمه خدا، ای رهبر عزیز، شما تنها نیست. در میان کوههای بلند در گلگت بلتستان با همت بلند در مقابل دشمنان شما در برابر امریکا و اسرائیل بر سر بیکاری، اگر ترامپ و حواریون کوچکترین کو حماقتی کنند، زمین را برای آنها تنگ خواهیم کرد. ما اهل مرفت نیستیم، علی تنها بماند لبیک